سلام دوستان، وقتتون بخیر. گفتم راجع به این مسئله صحبت بکنیم که چرا ما انقدر بنده مناسبت ها شدیم. یعنی لذت بردنمون از زندگی منوط شده به مناسبت ها. بر فرض مثال روز زنه کادو میخوای بدی، روز مرده میخوای کادو بدی. خب چرا این کادو رو، چرا این ابراز علاقه رو زمانهای دیگه انجام نمیدی؟ یا من اگر ماشین بخرم مثلا میرم باهاش کیفم میکنم. خب امیدوارم بخریم ولی امیدوارم نخریدیم. آیا نباید از زندگیمون لذت ببریم؟ همیشه باید لذت بردن رو مشروطش کنیم به یه پیش شرطی، به که مثلا فلان چیز باید درست بشه تا من بتونم لذت ببرم. ببین زندگیمون علاوه بر این که تمرکز احتیاج داره، توجه هم احتیاج داره. من تمرکزم میذارم روی اینکه بهترین زندگی رو برای خودم ردیف بکنم، ولی در حین اینکه حالا متمرکز این هستم نباید متوجه دور و برم باشم، نباید متوجه نیازها، احساسات دور و بریام باشم. فکر میکنم زندگیمون درست مثل بالون سواریه. اگه میخوایم بریم بالا باید یه سری چیزها رو، یه سری کیسه های شنا از خودمون دور کنیم. کیسه های مثل توقع، مثل داشتن امکانات عالی. امیدوارم هممون داشته باشیم ولی ما بهش نرسیدیم. بعد چشم به هم میزنیم میبینیم که زندگی تموم شد و ما در حسرت لذت موندیم. میدونی خوشبختی اتفاقی نیستش. خوشبختی واقعا یه حس درونیه، یه حس ناب درونیه که خودمون باید ایجادش بکنیم. و خوشبخت کسیه که از کمترین امکانات هم بتونه بهترین استفاده رو بکنه. امیدوارم که هیچ کدوممون حسرت به دل نمونیم و بتونیم از لحظه لحظه زندگیمون بهترین لذت رو ببریم. شاد باشید.